سلام دوستان عزیز، دیناری هستم، نویسنده کتاب زرافه باش یک سر و گردن بالاتر از دیگران. این کتاب 3 دوره چاپ و منتشر شده و موضوعش برندسازی شخصی و موفقیت شغلی از طریق برندسازی شخصی هست. من در این کتاب به زبان خیلی ساده و کاربردی مخاطبین و خوانندگان عزیز رو راهنمایی کردم تا استعدادها و توانایی‌های ذاتیشون رو که در حقیقت قدرت شخصیشون هست به خوبی بشناسن و با تقویت و پرورش این توانایی‌های ذاتی و استعدادهای ذاتیشون تبدیل به یک فرد برجسته و متمایز در زمینه تخصصی که بهش علاقه دارن بشون. شما در هر سن و سالی که باشید و در هر سطح تحصیلی و درجه تحصیلی، محصل، دانشجو، فارغ التحصیل و کارجو و چه شاغل در سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی، باید نگرش خودتون رو در خصوص وضعیت حال حاضرتون تغییر بدید و در کنار شغلی که دارید برای خودتون در زمینه خاص یک برند شخصی قدرتمند بسازید و به طوری که مخاطبین شما، به طوری که جامعه شما رو به اون صفت و ویژگی و توانایی ممتاز بشناسن. در این کتاب من شما رو راهنمایی کردم که بتونید این توانایی‌های ذاتی رو شناسایی کرده و پرورششون بدین و از طریق اون یه زمینه تخصصی که بهش علاقه دارین، یعنی منطبق بر استعدادها و توانایی‌هاتون هست، رو انتخاب کنید و در اون زمینه کارورزی، کارآموزی، مهارت آموزی، تجربه آموزی بکنید، کتاب بخونید، بررسی کنید، تحقیق بکنید، با بزرگان این حوزه در معاشرت و در ارتباط باشید و تا اینکه تبدیل به یک فرد قدرتمند بشین، تا اینکه توانگر بشین. و در ادامه کتاب یه سری ابزارها و روش‌هایی که میتونید از طریق اونها ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خودتون رو به جامعه و مخاطبین خودتون معرفی بکنید رو آوردم و معرفی کردم به شما که میتونین ازش استفاده بکنید. در بخش دوم کتاب به یه سری از فاکتورها و عناصر و عوامل برای اینکه بتونید از طریق اونها برندی رو که برای خودتون ساختین رو تقویتش بکنید و ازش حفاظت بکنید. مثل اعتبار که در این قسمت من تأکید داشتم که اعتبار مهمترین دارایی شماست و بایستی با چنگ و دندان حفظش بکنید. اگر اعتبارتون از بین بره، مثل این میمونه که حیات یک انسان از بین رفته. به بحث تشریفات اشاره کردم، به بحث در دسترس بودن اشاره کردم، فاصله گرفتن از سارقین موفقیت و اینکه همیشه شکرگزار باشید، همیشه به یاد خدا باشید و بسیاری از عناصر دیگر. در ابتدای این کتاب من شعری کوتاه از مرحوم قیصر امینپور آوردم که مصداق عینی برندسازی شخصی هستش که بد نیست اینو من برای شما بخونم. ایشون میگن که آدم‌هایی هستند در زندگیتان، نمیگویم خوبند یا بد، چگالی وجودشان بالاست، افکار، حرف زدن، رفتار، محبت داشتنشان و هر جزئی از وجودشان امضادار است. یادتان می رود هستنهایشان را، بس که حضورشان پررنگ است. رد پا حک می کنند اینها روی دل و جانت، بس که بلدند باشند. این آدمها را باید قدر بدانی، وگرنه دنیا پر است از آن دیگرهای بی امضایی که شیب منحنی حضورشان همیشه ثابت است. شما وقتی که برای خودتون یه برند شخصی قدرتمند در یک زمینه تخصصی که عاشقش هستید ایجاد میکنید، تبدیل به یک فرد پرچگالی میشید، تبدیل به یک فرد امضادار میشید، تبدیل به فردی میشوید که جامعه میفهمه که شما خوب بلدید این ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خودتون رو معرفی بکنید و از طریق اون به دیگران کمک بکنید تا اینکه اونها هم یک سر و گردن بالاتر از خودشون و دیگران باشن و در نتیجه فرصت‌ها به سمت شما میاین و توانگر میشوید.
این کتاب در 152 صفحه و در قطع رقعی چاپ و منتشر شده و پیشنهاد میکنم که حتما تهیهش بکنید. فوق‌العاده کمک میکنه به شما در هر وضعیتی که هستید بتونید نگرش خودتون رو نسبت به کارتون، شغلتون و یا حتی اگر به دنبال شغل و کار هستید تغییر بدید، اصلاح بکنید و کمکتون میکنه که یک سر و گردن بالاتر از دیگران باشید.